قبول داریم مرد باید دست به آچار باشه؟ با این گیره سر حداقل در 10 تا ماشین باز. قبول داریم مرد باید اهل ورزش باشه؟ هر ماه 1 روز 5 نفر رو با خودش برمیداره میره کوهنوردی، کوههای سخت مرزی تنها برمیگرده. آدم مردمدار بلند میشه میره تو پارک، یه بسته های کوچولوی داره تو جیبش، آروم میذاره تو جیب اونا اینه که میگیرن خوشحال. دیگه ما فقط دوست داشتم که این خانواده دوست و خانواده دارم باشه که خدا رو شکر بود. حداقل 6 تا از دختر خالاش بهش زنگ زدن، اسم افتاد رو گوشیش، دختر خاله 1، دختر خاله 2، دختر خاله 3. این قدم مهربون با اینا صحبت میکردم. دختر پسری که دوست داشتن با هم ازدواج کنن به هم برسن و دستشون گذاشتم تو دست هم. باریکلا.